ما امروز جوانان اوانگارد وزارت کارهای داخلی در شهر تزاده امروز تصمیم گرفتیم که برای پیشگیری بیماری‌های کرونا ویروس که با کلانسالان یعنی که پیرانسالان تحفه‌ها هدیه کنیم. یک گروه جوانانی اوانگاردی وزارت کارهای داخلی در شهر تزاده امروز تصمیم گرفتیم که برای پیشگیری بیماری کرونا ویروس برای شهروندان تحفه‌ها تقدیم نماییم.
رحمت سیرایم همه جای خودمون نبیه همه کسل رحمت در پدرتون رحمت وانا حرمت کردن ما 83 درم شما هم 83 درم رحمت تمام رحمت Normal boşa tamam. رحمت جای همه تاجستان نبیه